سلام، میخوایم با هم دیگه یه قرمه سبزی درست کنیم به سبک ترکای تبریز. اول روغن رو میریزیم، بعد پیاز داغ رو میریزیم، بعد از سبزیجات بوته سبزیامونم میریزیم که یکم یخش باز بشه. بعد توی یه قابلمه دیگه روغن با گوشت، پودر پیاز، پودر سیر، زردچوبه، گرد لیمو، فلفل سیاه اینا رو میریزیم. باز دوباره یه 2 قاشق هم بهش پیاز داغ اضافه میکنیم و نمک، یه کوچولو آب میذاریم که یه قلی بزنه. دوباره برمیگردیم سر قابلمه اولمون که ببینیم سبزیمون باز شد یا نه. گرد قوره، گرد لیمو، یه کوچولو رب انار، نمک و فلفل سیاه هم بهش میزنیم و همینجور تفتش میدیم حدودا 10 دقیقه. باز میذاریمش کنار. سبزیامون رو به گوشتامون اضافه میکنیم، همش رو با هم دوباره یه همی میزنیم تا یه دست بشه. بعد بهش لوبیای چشم بلبلی رو اضافه میکنیم. این فرقشه که با بقیه جا هست، ما با لوبیای چشم بلبلی درست میکنیم. بعد از یه ساعت و نیم بهش لیمو عمانی رو اضافه میکنیم، دوباره بهش آب اضافه میکنیم و یه کوچولو هم آب نارنج میذاریم روی گاز به مدت 2 الی 3 ساعت تا کاملا اینجوری جا بیفته. قرمه سبزی ما حاضره. نوش جان.